دوبله شده توسط کانال یوتیوب نوبل. خطرناکترین اتاق فرار دنیا. اگر بتونی داخل 1 ساعت تمومش کنی 100,000 دلار میبری. مرحله اول خیلی ساده است. اونها باید قبل از اینکه این میخ‌ها بهشون بچسبه از این اتاق فرار کنن. خدای من دیوارها دارن به هم نزدیک میشن. اونا خیلی خفنن. باید از سقف فرار کنن و دیوار آجری رو بشکنن. این فقط اولین مرحله از 10 مرحله است. هر مرحله یک راه خروج داره که قبل از صفر شدن شمارش باید پیدا کنن تا به 10,000 دلار برسن. تایم شما داره کم میشه، پس باید حرکت کنید. نه، توی لانگ نیست. بیاین همه جا رو خراب کنیم. آقایان شما این 100,000 دلار رو اینجا میبینید. قراره توی این آتیش ریخته بشه دقیقاً در 55 دقیقه. خدای من این مرحله ماینکرافته؟ نمیدونم راه خروج ربطی به بلوک TNT تو دیوار داره یا نه. بعد روشنش کنیم. واقعا فکر میکنید منفجر میشه؟ من خودم رو سیو کردم. داخل اینجا یه لامپ هست، یه تیرکمون هستش. اگه تا حالا ماینکرافت بازی کرده باشی میدونی یه تیر شعله ور بلوک TNT رو روشن میکنه. باید بعد از شلیک بدویم. هدف گرفتن سخته. فرار کن. دوبله شده توسط کانال یوتیوب نوبل. یه بز اونجاست؟ خوش اومدی به مرحله 4. اونا فکر میکنن باید کلید رو در بیارن تا قفل رو باز کنن. اما در باز هست. ببینم کی متوجه میشه. آکیرا بیش از 2 میلیون دلار تو ویدیوهاش از دست داده و قرار نیست بهشون کمک کنیم. فقط کلید رو بیرون بیار تا بتونی در رو باز کنی. وای تازه یکی از فهمیدم. این اتاقک‌ها ورود به مرحله بعدی هست. به مرحله بعدی خوش آمدید. هزاران تخته شکلات وجود داره. یکی از اونها بلیت مرموز داره که شما رو از اونجا بیرون میاره. این شرکت جدید اسنک سازی هست. 3 طعم داره: بادام اصلی و کرانچ. فقط با 5 ماده اولیه درست شدن. اما هنوز هم طعم فوق‌العاده‌ای دارن. این بار کرانچ ماست. 10 تا از این بارها به صورت تصادفی یک بلیت مخفی داخلشون دارن و اگه این بلیت مخفی رو بگیرید شما رو چندلر ما بیش از 1 میلیون دلار جایزه دیگر به افراد تصادفی که این بارها رو میخرن میدهیم. اوه تمام مدت اینجا بود. فقط به feast.com برید یا روی لینک توضیحات کلیک کنید و برای خودتون چند شکلات بخرید. اونها برای شما بهتر هستند و طعم فوق‌العاده‌ای دارن. حالا به مرحله 8 میریم. این کتابخونه عظیم بیش از 1000 کتاب داره اما فقط یکی از اونها دریچه رو باز میکنه. به چشم ایلان ماسک نگاه. 5,000 دلار میگیرم تا بگم ایلان ماسک به کجا نگاه میکنه. 5,000 دلارش رو بسزون. چقدر شو انداختم. دوبله شده توسط کانال یوتیوب نوبل. آکیرا یادت هست توی مرحله قبلی کلنگ تبر سلاح داشت. الان باید بری بیاریش.
چند دقیقه دیگه مونده که پولهات زغال میشه. این مرحله آخر باید بدون دست دادن به گدازه ازش رد بشیم. صبر کن. ویدیوهای قبلی چند میلیون دلار رو از دست دادی. حواست باشه که این شانس از دست ندی. همین الان میتونم قلقلکت بدم و از اینجا بندازمت پایین. 2 دقیقه تایم برات مونده، سری باید برسیم اونجا. Subscribe Planet to Dick and Commune and Non-Check. یه بغل بده به بابایی. این شخص الان چند هزار دلار برنده شد. اگر شما هم میخواید شانس برنده شده 1 میلیون دلار رو داشته باشید، وارد این سایت بشید، شکلات بخرید. Subscribe. دوبله شده توسط کانال یوتیوب نوبل.